بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. خسارت قربان. سلامت باشید. خودتون معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من موسوی هستم، از سوسنگر مزاحمت میشم. آقای موسوی بفرمایید برادر عزیز، در مورد کلیپ هایی که پخش کردیم اگر مطلبی دارید میشنویم. شبکه وصال حق آقا. شبکه وصال حق، بفرمایید. بله، خسته نباشید، خدا قوت. سلامت باشید، زنده باشید. تشکر از شما. من تشکر میکنم از برنامه بسیار بسیار سازنده و مفیدتون. بنده شیعه هستم آقا. بفرمایید برادر عزیز. ولی مدام از برنامه شما، از برنامه نور و برنامه توحید من پیگیری میکنم مرتب. از شما متشکرم که سعی میکنید همیشه حقایق را بیان بکنید. فقط بنده موردی داشتم میخواستم ببینم که چه وقت این صحبت های بنده پخش میشه که من بتونم در رابطه با چند موضوعی که دارم با شما صحبت بکنم. بفرمایید. موضوع اولتون چیه که در موردش میخواید صحبت بکنید؟ موضوع اول بنده اینه که من پیشنهادی دارم. بفرمایید. پیشنهاد بنده اینه که مثلا سعی بکنید شما و برادران تشیع به جای این که مثلا البته سوء تعبیر نباشه، من فکر میکنم که سعی بکنم هم شما و هم برادران اهل تشیع، اونهایی که به اصطلاح اهل علم هستن، اهل تقوا هستن، اهل دینداری هستن، سعی بکنن برادری و مودت بین شیعه و سنه وجود بیارید. برنامه‌هاتون رو توسعه بدید که اگر مثلا به اصطلاح بین برادران سنی و برادران شیعی مودت و دوستی وجود بیاد، این خیلی خوبه. این موضوع اول بنده است. درست. آقای موسوی بزرگوار، برادر گرامی، ما در لابلای برنامه‌ای که در این شبکه داشتیم، آیا گاهی شما دیدید که ما دعوت به تفرقه کرده باشیم یا توهین کرده باشیم؟ نه یا معاذ الله، نه خیر، هیچ وقت خدا نکنه. اتفاقا من مرتب با وجود این که انسان شیعی هستم، من تا به حال هیچ نه خدای نکرده توهینی نه اهانتی شنیدم نسبت به اهل تشیع از سوی شما. همیشه نام امامان را با احترام بردید، نام رو با احترام ذکر کردید. خدا عزتون بده. و همیشه هم با دلیل و مدرک صحبت کردید. هیچگاه دروغ یا مثلا خدای نکرده تهمت و افترایی در برنامه‌تون من مشاهده نکردم. برنامه هاتون بسیار بسیار سازنده است. من مرتب حتی بچه 4 ساله‌ای دارم که مرتب شیخ رحیمی، حاج آقا پردل، دکتر زهرابی، دکتر ملازاده، دکتر ملایی، خیلی بسیار با اینکه سنش کمه خیلی خودش میاد از برنامه هاشون، از سخنرانی هاشون، از احادیثشون. بنده جای تشکر داره اینجا که از شما. آقای موسوی برادر بزرگوار، ما دست شما رو میفشاریم. ای کاش همه مثل شما فکر میکردن. ما با شماها هیچ مشکلی نداریم. شیعیانی مثل شما برادران ما هستند و ما میدونید که در دین ما تقیه و درویی هم نیست. یعنی ما این حرفی که من دارم میزنم حرف دل ماست. بله بله منتها یک سری مطالبی هست در کتاب ها، در گفتار بعضی از علما، در بعضی از شبکه های شیعه که بر علیه اصحاب پیامبر، بر علیه امهات المؤمنین گفته میشه که اینها صدراء دعوت است. ما بارها خواستیم که علمای شیعه، اهل علم شیعه بیان بگن که آقا توهین نکنید، اهانت نکنید، به مقدسات اهل سنت بد نگید، حداقل پیروی از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بکنید که ایشون ادعا میکنید که سکوت کرده. خب شما هم سکوت بکنید. بله شما کسی تو تلویزیون هستید دیگه، با بنده صحبت میکنید؟ بله شما صداتون داره پخش میشه در شبکه. بله
خب پس اگر اینطور شد من دو تا موضوع اگر وقت بدید البته وقتتون اجازه بده. خیلی مختصر در 1 دقیقه بفرمایید چون بینندگان زیادی پشت خط هستن. بفرمایید. علت جنگ عایشه رضی الله عنها پسر پیغمبر که ام المؤمنین هم در قرآن ذکر شده. بله. جنگ ایشون با حضرت علی بر سر چه موضوعی بوده؟ ما پیرو سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هستیم در موردی که شما ذکر کردید و ایشون در من یکی از مصادر معتبر شیعه رو خدمتتون نشون میدم که ایشون در مورد قضیه جمل دوستان تصویر رو نشون بدن. بله تصویر تلویزیونتون رو نگاه بکنید. این مستدرک الوسائل و مستنبت المسائل از حاج میرزا حسین نوری تبرسی است. ایشون یکی از علمای بزرگ شیعه است. این مستدرک الوسائل صفحه دومش در جلد 11 بله از مؤسسه آل بیت لاحیاء التراث در بیروت لبنان چاپ شده. در صفحه 68 این کتاب در کتاب جهاد حدیث 12445 از قاضی نعمان فی شرح اخبار از محمد ابن داود از علی علیه السلام نقل میکنه که ان سئل عن قتل جمل. از ایشون پرسید در مورد کسانی که در جمل کشته شدن امشرکون هم، آیا مشرک بودن؟ قال لا بل من الشرک فروا، از شرک از کفر فرار کرده بودن. قیل فمنافقون، آیا اونها منافق بودن؟ قال لا ان المنافقین لا یذکرون الله الا قلیلا، منافقین کسایی هستن که ذکر خدا رو نمیکنن، اینا اهل ذکر و نماز بودن. قیل فما هم، پس اینا کیا بودن؟ قال اخواننا بغوا علینا فنصرنا علیهم، برادران ما بودن که بر علیه ما بغاوت کردند و ما بر آنها پیروز شدیم. ما از شما میخواهیم از همه شیعیان پیرو علی باشید. علی میگه اخواننا بغوا علینا، برادران ما بودن که بر علیه ما بغاوت کردن. عقیده اهل سنت هم اینه که علی رضی الله تعالی عنه امیر مؤمنان خلیفه برحق بود. هر کس که با ایشون جنگید بر علیه حاکم شرعی مسلمان ها بغاوت کرده. اما این دلیل نمیشه که ما بگیم کافر هستن، منافق هستن، از اسلام خارج هستن، به اونا رو سب و شتم و لعن بکنیم. تشکر میکنم آقای موسوی از شما. عذر میخوام، من چه روزایی میتونم مرتب باتون در تماس باشم؟ هر سه شنبه برنامه آن روی سکه من در خدمت شما هستم برادر بزرگوار. هر سه شنبه. متشکرم هم از شما هم از بقیه دستاندرکاران شبکه رسال و سایر شبکهاتون. سپاسگزارم از با خداوند تعالی معید و موفق باشید. سلامت باشید. خدا حافظ شما. الله متعال حفظتون کنه. خدا نگهدار شما.